از این خاطر کسایی که موسیقی میشنون در آخر عمر در لا اله الا الله گفتنشان بسیار مشکلات پیدا میشه. یک دکتر قلبی میگه ما خود دکتر هستیم، از نگاه طبی میگه به شما مریضا را میوردن. وقتی که یک کس رو میورد که مثلا تصادم کرده قلب ازی از بین رفته، دکتر میفهمه که خلاصی دیگه میمرد. میگه ما چی میکردیم؟ بر از این مریض تلقین میکردیم قلبش خلاص است، نابود شده، منتها زنده هست، چشمایش میبینه. برش میگیم بگو لا اله الا الله. میگه یک کسی زیاد موسیقی شنیده، میگه بگو لا اله الا الله، این دیگه قرار خواندنش شروع کرده. شمالی لحظار باشه به مچین، بگو لا اله الا الله.